یک چیز دیگه میگفتید که اگر همین زنها مثال پول دارن به اونها زکات دادن واجب میشود. زنی که پول دارد نو شوهرش میتید خودش کار کرده مثال پولش جمع کرده از همین میتید می زکات زنهایم. زکات به 8 جا داده میشد. یکی آنها فقیر، شخصی که هیچ چیزی ندارد. یکی آنها مسکین دارد ولی کفایه نمی کند. مثلا در یک ماه برایش 2000 سامان به صرف و خراجی معتدلش لازم است ولی درآمدش 1000 سامان است. این مسکین است، به این داده میشد. یا یک آدم درآمدش هم 2000 سامان است، برآمدش هم 2000 سامان است ولی 10000 سامان قرضدار است. به این هم زکات داده میشد. اگر به همین گروه ها داخل شود اون زن زکات داده میشد. یا شما زکات دهنده را پرسیدید؟ زکات دهنده را پرسیدید. ولی زن و مرد برابر از زن مادامی که پول داشته باشه در این مسئله ها، در مسئله های شریعت. ما دیروز در یک برنامه جدو گفته بودیم در کدام مسئله ها زن و مرد برابر است، در کدام مسئله ها خاص الله تعالی مردها رو خطاب کرده است، در کدام مسئله ها خاص زنها رو خطاب کرده است. ولی در بعضی مسئله ها احکام شریعت نسبت مردها و زنها فرق میکنه. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بگی انما تصفیق للنساء، کفکوبی برای زنها هست گفتن و سبحان الله تسبیح برای مردها هست. یعنی امام خطا کند مردها باید امام آگاه کردنی باشن سبحان الله میگن، اما زنها باشن کفکوبی میکنن سبحان الله نمیگن. یعنی اینجا جدا کرد شریعت. یا میراث جدا کرد شریعت برای زنها، مثلا نصف حقی نصیبه پسرها برای دخترها. اینچین در عقیقه برای دختر یک گوسفند کشته میشه، برای پسر دو گوسفند. شریعت جدا کرد. یکی در زکات جدا نکرد. اگر زنک صاحبی مال باشد همچه خیلی که مرد زکات میبره زن هم همین قدر میبره. از پول همین روزی چند سوم پولش مثال رسد که به نصاب میرسد؟ چند سوم جمع شود با پول روسی اگر حساب کنیم؟ اینا به کورس میبینید 85 گرم طلا کورس روسیه بینید چی با پول روبل 1 گرم طلا چند پول اطراف 487,000 روبل میشود است. یعنی 480,000 روبل اگر پول داشته باشید 2.5 فایزش میدهید. از 487,000 12,000 روبل میدید. یعنی $120 تقریبا. هیچ گپی نداره.